كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا. ما در هر مجالس گفتیم شراب نوشی گناست، قمار گناست، دزدی گناست، غصب زمین گناست، غیبت گناست، دروغ گناست، اما علنا در مجموعه ما دیده نمیشه. تنها یک سرزمین بدخشان سعی نکنه کل جهان مسلمانیش در نظر بگیره، خصوصا خطه افغانستان. یک افتخار است بریتون و یک فضل و مرحمت الله است که علمای مبارز و موحد در منطقه تان پیدا شد برای شما را با توحید الله آشنا کرد. اما برو که تعالی را در سطح حکومتت جنابا بگوی بر ما بزرگترین منبع گناه و شرک پرستی مزار جور نشده؟ چقدر مردم در شرک مبتلاست؟ شرک خطرناکترین گناه، گناه مهلک که 7 موبقات از 7 گناه علا کننده که از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شروع میشه. اولیش شرک بالله. کدام چیز منبع شرک برای مردم شده؟ چرا ما بپرستیم؟ امروز ملای مسجدت به الله قسم کسی است که با پیر خود سجده میکنه، با پیر خود قیوم زمان میگه. بگو کتاب الله برای چی آمده بود؟ کدام جفا نیست که با کتاب الله نکردیم؟ پوره کردیم به 4 حافظی که ما پیش کردیم. وظیفه قرآن پوره شد. وظیفه قرآن تعلیم و تفسیر طلب داره. بعد از تطبیق عملیش کدام است؟ راستتانه بگوی. حکمت از حکمت زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم. اخلاق پیغمبر چی بود؟ بگوی. عمل بالای قرآن در 23 سال عملا و امو زندگی رسول الله در کتب حدیث مدون شده. علمای راسخین برای ما نقل کرده. وقتی که در مسجد تو حدیث نباشه، در مدرسه تو حدیث نباشه، منطق و فلسفه تا 15 سال خوانده میشه. من خودم این وقت سرم تیر شده. دیگه همینجا شاگردا را دور دادم. او عالم بشناسی به الله قسم پیش الله رفته نیستی. در یک الکلمتو 2 مطالبه دور دادی. در یک سبحانه ما اعظم شانه فلسفی یونانی گرفتی طالب مغزش از بین بردی. ولی نه در مدرسه و نصابت نه حدیث بود نه قرآن بود. اینجا مردم آشنا شدم در طول احکام میشناسن. اینجا اینم برکت همیسته. کسی که میگه کسایی که متبعین کتاب الله و سنت رسول الله امو مردم است که به حدیث مردم سوق میده، به حدیث مردم محبت میده که بیا از روز اول ما به حدیث پیغمبر آشنا باشیم. چرا آشنایی پیدا نمیکنیم؟ کدام معامله را با کتاب الله کردیم؟ در روز قیامت چی جواب داریم با کتاب الله؟ جناب محترم، تو را به الله قسم سخن الله چیست؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. روش ازواره که نپذیری از تو خوش نمیشه. امروز روش کیجا پذیرفتیم. شعار منتخبین ما در انتخابات در ریاست جمهوری در کلش داولش چی هست؟ بگوی تحقق دموکراسی. دموکراسی چی را میگه؟ حکمت مردم از طرف مردم بالای مردم. منافات با اسلام داره یعنی که موافق با اسلام است؟ بگوی منافات با اسلام داره اما نماینده تو میخیزه. او علم برداری دموکراسی است. تو چطور قرآن قبول داری؟ ایمان به قرآن داری؟ ایمان به قرآن داریم؟ قرآن چی برات گفته؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء من دون الله. چرا گرفتیم؟ امروز چرا اولیاء گرفتیم؟ ملت چرا ما بین خود بزنه؟ چرا نمیشینیم؟ علما را قدر دادی، علما را موقع دادی، حکم مقرر کردی، گفتی که با کتاب الله و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. در کدام معامله ما با الله و رسول الله رجوع کردیم؟ بگوی برام. در بین خود میگذاریم فیصله الله، فیصله رسول الله. فیصله رسول الله به خاطر است که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. از اون خاطر فیصله رسول است. ما کل مسائل خود حل کرده میتونیم. من تعجب میکنم که ما سنت رسول الله را به چشم سر میبینیم اما بازم چشم پرت میکنیم میگیم که در مذهب ما نیست. از عالم پرسان میشه فلان مسئله چطور است؟ او میگه بله در حدیث است خود مذهب ما نیست. این کلمه در کدام سرحد آدم میرسانه؟ بگو. بیایید از عناد کار نگیریم، از ضد کار نگیریم. برای دفاع کتاب الله و برای دفاع سنت رسول الله واقعا